و همین ابو ایوب انصاری با این خلفاها زندگی میکردند. در زمان حضرت علی رضی الله عنه به سر ایشان یک مصیبت آمد، گرفتار قرض شدند. روایت حاکم میگوید که اون قرضشان 20,000 بود، نمیگوید که دینار بود یا درهم بود. 20,000 قرضدار شدند. ابو ایوب انصاری شخصیتی که یک ماه پیامبر صلی الله علیه و سلم را مهمان کردند در خانهشان. اگر این 20,000 دینار باشد، یک دینار 4 با 25 میلی گرم، 4 گرم جمع 25 میلی گرم. یعنی اگر ما اینو به طلای میانه ضرب زنیم، یک گرم طلا اگر 65 دلار باشد اطراف 276 دلار میشه یک دینار. به یک دینار بسیار احکام شریعت متعلق است. جریمه های مثلا اتیان حائز یا قسم یا بعضی از جنایت های روزه متعلق به دینار است. یک دینار اگر 65 دلاری حساب کنیم، یک گرم طلا را 276 این 4 گرمش با 25 دیگه، یعنی اطراف 280 دلار میشه. و 20,000 دلار ضرب 276 کنیم 5 میلیون و 520,000 دلار، یعنی 5 میلیون دلار به نرخ امروزه قرضدار شده. این اگر به دینار حساب کنیم. اگر به درهم حساب کنیم، یک درهم 3 گرم نقره هست، یعنی کمتون اختلاف ها هست، 2.90 2.90 چند، بعضی ها 3 و زیاده میگن. اگر حسابی میانه گیریم یک درهم 3 گرم نقره گوییم، یک گرم نقره تقریبا 90 سنت است به نرخ جهانی اگر گیریم، یعنی کمتر از 1 دلار میشود. 2 دلار و 70 سنت بگذار 3 دلار باشد، 20,000 درهم میشه 60,000 دلار. یعنی 60,000 دلار اگر قرضدار باشن، من فکر نمی کنم که تا این درجه باشد که به نزد خلیفه یا به نزد رئیس های ولایت ها، چون که به نزد معاویه هم رفته از قرض خود قصه کرده بودن که چیزی یعنی که حاجتشان روا نشد. بعد به نزد بنابراین احتمال دینار بودنش نزدیکتر است، یعنی قرضشان کلانتر بود که به نزد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما رفتن که اون هنگام امیر شهر بصره بودند. عبدالله ابن عباس ترجمان قرآن، پسر عمک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، مفسر قرآن، عالم اسلام، فقیه امت، امیر شهر بصره بودند. به نزد عبدالله ابن عباس در آمده از قرض خود حکایه کردند. بعد حضرت و این چونین به فکرم ظاهرا این است که خانهشان را هم فروخته بودند برای ادای قرض، چون که بی خانه بودند. وقتی که این سخن را عبدالله ابن عباس شنیدند، در حال خانه امیر شهر که در آنجا خودشان همراه اهل عائله‌شان زندگی میکردند خالی کردند. عبدالله ابن عباس عالم اسلام، مفسر قرآن، فقیه امت، خانه را خالی کردند و گفتند که لأصنعن بک کما صنعت برسول الله صلی الله علیه وسلم. امروز من همراهی تو چنان معامله میکنم که تو همراهی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین معامله کرده بودی. یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم را 1 ماه به نصف خانهش مهمان کرده بود، اما عبدالله ابن عباس پر خانه اونم امیر شهر بصره را پر خالی کردند و گفتند که کم علیک من الدین، قرضت چقدر است؟ گفتند که 20,000، 20,000. بعد گفتند که فاعطاه 40,000 و 20 مملوکا، 20,000 قرض دارم. گفتند که 40,000 دادم. این است کرم، این است کرم علما، کرم ترجمان قرآن، کرم آل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. 20,000 قرض دارم، 40,000 دادم. خانه را خالی کردند و گفتند که خالی کردن به معنای اشیای خاصی خودشان را گرفتند. خاص به معنای مثلا در امروزه شرایط مثلا حجت، رسم، کاغذ و قلم هایی که به نام خودتان هست، یعنی چیزی خاص خودتان هست، شاید لباس خاص خودتان هست، او چیزا را گرفتند و خانه را خالی کردند به همین معنا. نه اینکه خانه را چیزاش را گرفتند، نه،
اثاث البیت، آن مثلا کات و رخت و هر چیزی که خانه های امیر دارد همه آن را ترک کردن، خانه را با تمام چیز و چارش ترک کردن. 40,000 دادن، یعنی با 20,000 قرضش صاف میشد، 20,000 علاوه است با 20 مملوک دادن، 20 غلام دیگر دادن. یک غلام اگر نرخ میانه 20,000 دلار گوییم به امروزه نرخ، یعنی 400,000 دلار. اگر به دینار حساب کنیم همگی پولی که دادند زیاده از 7 میلیون دلار میشد، 8 میلیون دلار حتی اگر به دلار گیریم. اگر به نقره گیریم 580,000 دلار دادن، یعنی هر دوشم کرم است، کدامش نباشد، چون که روایت ها نگفته است که اون قرضشون به دینار بود یا به درهم بود. یعنی این معامله این ابن عباس رضی الله عنهما در مستدرک حاکم و اینچنین امام بیهقی در شعب ایمان روایت کردند.